صبح بخیر بینندگان عزیز. امیدوارم روزی نخستین کاری هفته را با طبعی خوش و بالیده آغاز کردید. امروز دوشنبه 24 دکبر است. نشر نوبتی نوید بامدادی را با خبرهای تاجیکستان و جهان من عبدالله اشرف به شما تقدیم میکنم. نخست نظر میاندازیم به وضع باد و هوا در شهرهای دوشنبه و پراگ. هوای شهر دوشنبه صبح امروز 2 درجه گرم است، ولی در دوام روز تا 8 درجه گرم شدن آن پیش بینی می شود. حرارت هوای شهر پراگ قرارگاه مرکزی رادیو آزادی 2 درجه است، اما در دوام روز 3 درجه گرم خواهد شد. بینندگان ارجمند، نوید بامداده امروز را با خبر از اندونزیا شروع میکنیم که حالا در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفته است. خدمات نجات اندونزیا در مکان سونامی 22 دکبر که احتمالاً با واسطه ولکان به عمل آمده است، کمک به افراد زیان دیده را دوام میدهند. شماره فوتیدگان به 281 نفر رسیده، نزدیکی 1000 نفر از موج آبولای جراحت برداشتند. تخمین می شود که شماره قربانی ها افزایش خواهد یافت. باران شدید به پیشبرد عملیات نجات خلل می رساند. موج نیرومند آب صدها خانه و مهمانسرای جزیره های سوماترا و یاوا را تخریب کرده است. سخنگوی خدمات نجات اندونزیا ستوپا پورو نوگروها میگوید در حال حاضر سونامی کمش 11600 نفر را از مکان زیستشان محروم کرده است. اداره هواشناسی و گئوفیزیکی اندونزیا گفت به احتمال غالب آتشفشانی از ولکان کراکاتاو سبب لغزش زمین در زیر آب شده و سونامی را به وجود آورده است. سونامی بعدی 24 دقیقه از ترکش ولکان برخاست. ماه سپتامبر امسال در نتیجه زمین لرزه و سونامی در شهر پلو در جزیره سولاواسی 2500 نفر کشته شدند. 26 دکبر سال 2004 نیز سونامی عظیمی که از اقیانوس هند برخاست در اندونزیا، شریلانکا، هند و تایلند 230,000 نفر را هلاک کرد. بیننده ارجمند، اکنون رو می‌آوریم به خبرهای تاجیکستان. دادگاه ناحیه سینا در شهر دوشنبه یک جوان تاجیک را برای لطوکوب همسرش در داخل شفاخانه به 1 سال شرطی زندان محکوم کرد. وزارت امور داخله در نشریه‌اش قانون و جامعه روز 20 دکبر خبر داد که سوربان نام جوان ماه سپتامبر امسال با همسرش کوگانووا به شفاخانه در ناحیه سینا می‌آیند و بینشان ماجرا برمیخیزد. هنگامی در بیمارخانه قرار داشتنشان آنها میان هم مناقشه نموده، او نسبت همسر خود سخنهای قبیح زده با مقصد صادر نمودن جنایتی تهدید کشتن یا رسانیدن ضرر وزین به سلامتی زن را زیر لطوکوب قرار می‌دهد. بعد این حادثه سوربان را به جوابگری جنایی کشیدند و او برای تهدید کشتن به همسر و آسیب رساندن به صحتی او به 1 سال زندان محکوم شده است. از بس که سوربان وعده داده است که دیگر به همسرش کوگانووا زورآوری را روا نمی‌بیند و اصلاح می‌شود، دادگاه او را پس پنجره نفرستاده حکمش را به زندان شرطی عوض کرده است. نام و نسب پوره این جفت، ساکن کجا بودن آنها و زمان صدور حکم را اعلان نکردند. حکومت تاجیکستان مسئله پیوستن کشور را به سیلک ویزا و یا ویزای ابریشم را مورد آموزش قرار داده است. آژانس اطلاعاتی آزیا پلوس از قول یک منبعش در حکومت تاجیکستان روز 24 دکبر خبر داد که او گفته است ما نتیجه های اول این طرح را می آموزیم و احتمالاً در میانه های سال آینده حکومت تاجیکستان در این بابت قرار نهایی خود را قبول خواهد کرد. تاجیکستان در حال آموزش پیوستن کشور به ویزای ابریشم را روی دست گرفته است که ازبکستان برنامه دارد که یکجا با قزاقستان سر از ماه فوریه سال 2019 روادید همسان ویزای شنگن، سیلک ویزا و یا ویزای ابریشم را راه اندازی کند. کفیل وظیفه معاون اول کمیته دولتی رشد سیاحی ازبکستان اولوغبک قاسم خوجایف به روزنامه‌نگاران گفت که هدف طرح جلب جهانگردان خارجی به کشور است. درباره راهاندازی روادید ابریشم در آسیای مرکزی بار نخست ماه ایون سال روان خبر داده شد. ایده تأسیس چنین یک ویزا با دریغ نظربایووا، دختر رئیس جمهور قزاقستان و همچنین رئیس کمیته مناسبت‌های بین‌المللی دفاع و امنیت پارلمان این کشور تعلق دارد. او همچنان اصرار دارد که مانعه‌های روادیدی در آسیای مرکزی باید برداشته شود. بیننده ارجمند، اینجا یادآور میشوم که امروز دوشنبه 24 دکبر است و شما نوید بامدادی را مستقیما تماشا دارید.
رسانه‌ها به نقل از وزارت دفاع آمریکا میگویند فرمان خروج نیروهای آمریکایی در سوریه امضا شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که ارتش کشورش از سوریه بیرون می شود. در پی آن وزیر دفاع آمریکا از مقامش استعفا داد. خبرگزاری فرانس پرس روز 23 دکبر به نقل از یک مسئول وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است که این دستور الکی امضا شده است. شبکه‌های خبری CNN و فاکس نیوز نیز چنین گزارش‌ها نشر کردند. بنابر گزارش تلویزیون CNN، شماره نیروهای ارتش آمریکا در حال حاضر در سوریه 2600 نفر می باشد. CNN و فاکس نیوز همزمان به نقل از یک مقام دیگری وزارت دفاع آمریکا گفتند که این دستور را جیمز ماتیس، وزیر دفاع آن کشور که تا چند روز دیگر این مقام را ترک می‌کند، امضا کرده است. مقام‌های پنتاگون بر رسانه‌ها گفتند که فرمان در برگیرنده شیوه و زمان خروج نیروهای ارتش آمریکا از سوریه است، اما از جزئیات بیشتری این حادثه خبر ندادند. CNN گزارش داده است که خروج نیروهای آمریکایی احتمالاً هفته آینده آغاز شود و چند هفته ادامه خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 19 دکبر اعلان کرد که ارتش کشورش گروهی دهشت‌افکن دولت اسلامی را شکست داد و اکنون از سوریه بیرون می شود. نیروهای آمریکایی در سال 2015 برای مقابله با داعش به سوریه فرستاده شده بودند. آمریکا عین زمان ائتلاف علیه داعش را راهبری می کند. اعلان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باعث استعفای وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس شد. همچنان اعلان خروج نیروها از سوریه و هم استعفای جیمز ماتیس واکنش‌های را چی در داخل و چی در خارج از آمریکا در پی داشت. حتی شمار از متحدان دونالد ترامپ از تصمیم خروج از سوریه و استعفای ماتیس نگرانی کردند. شمار هم گفتند که حق رئیس جمهور است که وزیری هم فکر و هم نظر داشته باشد. جیمز ماتیس قرار بود تا ماه فوریه در مقام خود باقی میماند تا رئیس جمهور و وزیر دفاع دیگر معرفی کند، اما دونالد ترامپ روز یکشنبه 23 دکبر پاتریک شناهان معاون وزارت دفاع را به مقام سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. آقای شناهان سر از روز 1 ژانویه به فعالیت خود در این مقام آغاز میکند. و رو آوریم به خبر دیگر که از خارج از تاجیکستان است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، اسدالله خالد و امرالله صالح رهبران پیشین ریاست امنیت ملی را نامزد به مقام وزیر دفاع و وزیر امور داخله پیشنهاد کرده است. او با صدور یک قرار روز 23 دکبر از وزیر امور پارلمانی خواسته است که فرمان برای تعیین هر دو نفر را برای تصویب به ولوسی جرگه پلته پایانی پارلمان افغانستان پیشنهاد کند. اسدالله خالد و امرالله صالح در عهد حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان به حیث سردار ریاست امنیت ملی کار کردند. اسدالله خالد سال 2012 در یک سوءقصد نافرجام سخت مجروح شد. تعیینات نو به مقام‌های مهم امنیتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2019 صورت می‌گیرد. عین زمان گزارش می‌رسد که آمریکا می‌خواهد هزاران سربازش را از افغانستان بیرون برآورد. بیننده ارجمند، بازگردیم به خبرهای تاجیکستان. مدیر 70 ساله اداره بایگانی شهر استراوشن و متخصص 63 ساله این نهاد در پاره‌گیری متهم می‌شوند. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، مامورین میلیسا معین کردند که مرد 70 ساله دیرکتور بایگانی بین اداروی شهر استراوشن طبق مصلحت پیشکی با متخصص بایگانی مذکور زن 63 ساله از یک کار افتاده این نهاد پاره طلب نمودند. با گفته وزارت کارهای داخلی، مدیر بایگانی طبق مصلحت پیشکی با متخصص 20 دکبر سال 2018 تخمینا ساعت 11 برای دادن معلومات نامه سابقه مزد مهنت به مرد 55 ساله ساکن شهر استراوشن از او 1200 سومانی پاره طلب نمودند. مدیر بایگانی بعد چند ساعتی طلب پاره سنه 20 دکبر در اتاق کاریش هنگام گرفتن مبلغ دستگیر گردیده دلیل شیعی گرفته شد. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی نسبت دیرکتور بایگانی و متخصص این اداره بر اساس ماده 319 کودکس جنایی یعنی گرفتن پاره پرونده بازگردیده تفتیشات ادامه دارد.
بیننده ارجمند، خبر دیگر داریم از عالم ورزش. 5 ورزشکاری وزنه‌بردار از جماهیر سابق شوروی و از جمله 2 قهرمان بازی‌های المپی لندن در سال 2012 شرطاً از اشتراک در مسابقه‌ها محروم شدند. تفتیش دوباره نمونه‌های بازی‌های المپی لندن موجودیت دوپینگ در جسم این ورزشکاران را ثابت کرده است. فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری روز 23 دکبر اعلام کرد که 2 قهرمان بازی‌های المپی الکسی تروختی اوکراینی و روسلان نوریدینوی ازبکستانی برنده مدال برنجی بازی‌های المپی لندن والنتین خریستوف که اصلاً بلغاری تبار بوده از نام آذربایجان هنرنمایی میکرد همراه با ورزشکار بلاروس میکلای نوویکوف و وزنه‌بردار ارمنی میلانیا دلوزیان در این رویخط شامل شدند. بیننده ارجمند، خبر دیگری هم داریم از ورزش است. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در دوره آمادگی به قهرمانی جهان 2019 در پرو در مسابقه 15 بین‌المللی جام روش 2019 که از 20 تا 26 ینور در شهر مینسک بلاروس برگزار می شود شرکت می ورزد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه 12 دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله اشتراک می کنند. برای جام روش 2019 دسته های منتخب نورسانی بلاروس، بلژیم، بلغارستان، گرجستان، ایسلندیا، اسرائیل، لیتوا، مولداوا، اسلواکیا، تاجیکستان، اوکراین و فنلاندیا مبارزه میبرند. شرکت در مسابقه جام روش 2019 در مینسک برای منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری سرمربی زینالدین رحیموف یکی از مرحله‌های آمادگی دسته به قهرمانی جهان 2019 محسوب می شود که از 5 تا 27 اکتبر سال آینده در پرو دایر می گردد. یادآور می شویم که دسته منتخب نورسان تاجیکستان تیر ماه سال روان در قهرمانی آسیا 2018 در مالزی برنده مدال های نقره گردید. نورسان تاجیک که به فینال مسابقه قطعی برآمدند در بازی پرشدت از منتخب ژاپن با حساب 0-1 مغلوب گشته بودند. بینندگان ارجمند، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قرب امروز مقرر کرده بانک ملی $1 آمریکایی 9 سامانی و 42 درم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سامانی و 76 درم و 1000 روبل روسی 137 سامانی ارزش دارد. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. اخبار از این بیشتر در سامانه www.azade.org قابل دریافت است. برنامه های نو و جالب ما در پیشند. با ما بمانید.